سلام و روز بخیر بیننده عزیزی آزادی. برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر در خدمت شما خواهم بود. ساعت در دوشنبه 11. نخست نگاه میکنیم به سرخط خبرهای امروز 16 ایون. استقبال مهاجران از تمدید شدن مهلت قانونی گردانی بود و باش در روسیه. منتخب تاجیکستان به دوره بعدی مسابقات قهرمانی جهان راه نیافت و قطع ساختمان دیوار در موضع بحثی مرزی تاجیکستان با قرقیزستان. تصمیم پرزیدنت روسیه درباره تمدید مهلت قانونی گردانی بود و باش در روسیه از سوی برخی مهاجران تاجیک استقبال یافت. برخی مهاجران نوشتند صادر شدن چنین قرار ناگزیر بود، چون تا سنه 15 ایون همه مهاجران نتوانستند حجتهای خود را قانونی کنند. بر اساس امر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه، حضور مهاجران غیرقانونی در این کشور تا 30 سپتامبر تمدید شد. قرار پیشینه در این باره روز 15 ایون به آخر رسید و این مایه تشویش و نگرانی صدها هزار مهاجر کاری گردید که تا نیمه ایون نتوانستند از قید نوی مقامات روسیه گذرند. بر اساس امر پوتین که روز 15 ایون صادر شد، در صورت ویران نکردن قانونهای روسیه، مهاجرانی که به طور غیر قانونی در این کشور حضور دارند تا آخر ماه سپتامبر دپورت یا اخراج نمی شوند. اگر آنها قانون شکنی در گذشته کرده باشند، برای آن جریمه می شوند. دوام این 90 روز آنها باید سندهای خود را درست و کار و زندگیشان را قانونی کنند. یعنی موافق این فرمان، دوام 90 روز دیگر مقامات روسیه حق ندارند مهاجران را از قلمرو روسیه بیرون یا اخراج کنند و درباره منع ورود مهاجران به قلمرو این کشور قرار قبول نمایند. هفته های اخیر به دست رادیوی آزادی از گوشه های گوناگون روسیه نوارهای میرسند که نوبت پای مهاجران را برای گرفتن پتن و قانونی کردن حجتهایشان نشان میدهد. مقامات روسیه میگویند در این کشور حدود 247,000 مهاجر کاری تاجیک غیر قانونی زندگی و کار میکنند، اما مقامات تاجیکستان به این آمار شبهه دارند. نفری که اسمش فعلا مخفی نگاه داشته می شود، به خاطر خریداری چپته کشتی کیهانی بلو اوریجین برای سیاحت به کیهان با میلیاردر جف بیزوس 28 میلیون دلار پرداخت کرده است. پرواز به 20 ایول تعیین شده است. همکارم مومن احمدی در این باره گزارش آماده کرده است که آن را همراه می‌بینیم. سیاحی که با شرکت میلیاردر جف بیزوس و برادر او مارک به کیهان پرواز خواهد کرد، روز شنبه معین شد. نام او تا حال مخفی نگاه داشته می شود، اما معلوم شده است که مبلغ چپته 28 میلیون دلار بوده است. مزایده بازی تلفنی در بوستون صورت گرفته همگی 7 دقیقه دوام کرد. آریان کارنل، رهبر فروشگاه کیهانی بلو اوریجین، شرایط پرواز را نقل کرد. او گفت موشک انتقال دهنده کپسول اداره شونده را به بلندی 75 کیلومتر روان کرده جداشوی به عمل می آید. کپسول از خط کرمن، سرحد اتمسفر و فضای زمین بالا خواهد رفت. این تقریبا 150 کیلومتر می شود. در طول 3 دقیقه کیهانوردان می توانند وضع بی‌وزنی را از سر گذرانند و منظره های افسانه‌ای را تماشا کنند. بعداً پیش از بازگشت و فرود آمدن در خیابان چیوا در غرب تگزاس از همه خواهش کرده می شود کمربند خود را محکم کنند. پرواز به کیهان آرزوی کودکی جف بیزوس، اساسگزار و رهبر آمازون و بلو اوریجین است. او با پرواز در کشتی نیو شپارد آمادگی میگیرد که 20 ایول در نظر است. در پرواز به کیهان بیزوس را میتواند ریچارد برانسون پیش دستی کند. برانسون نقشه دارد روز 4 ایول با کشتی کیهانی یونیتی که آن را شرکتش ویرجین گالاکتیک تهیه کرده است پرواز نماید. شرکت داری دیگری پایگاه کیهانی با مقصد سیاحی ایلان ماسک صاحب سپیس ایکس می باشد. هر سه آنها امکان انتقال مسافران به شهرهای دور را طریق کشتی‌های کیهانی مطرح دارند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به مرحله بعدی انتخاب قهرمانی جهان 2022 راه نیافت. شام 15 ایون بعد نتیجه گیری مرحله دوم انتخاب قهرمانی جهان در منطقه آسیا معلوم شد که تیم ملی تاجیکستان نمیتواند راهش را در این مسابقه ادامه دهد. در دایره مرحله دوم انتخاب قهرمانی جهان در آسیا از 8 گروه دسته های جای اول و 4 دسته بهترین جای دوم به مرحله سوم انتخاب قهرمانی جهان و قهرمانی
قهرمانی آسیا راه خط گرفتند. اینها منتخب‌های سوریه، استرالیا، ایران، عربستان سعودی، ژاپن، امارات متحده عرب، کره جنوبی، عمان، عراق، ویتنام، چین و لبنان هستند. منتخب تاجیکستان هم برابر با تیم ملی لبنان خل گرفت، ولی گل‌های زده فوتبالبازان تاجیک نظر به دسته لبنان 4 عدد کم بود. فدراسیون فوتبال تاجیکستان میگوید منتخب کشور هنرنمایش را در مرحله انتخابی قهرمان جهان 2022 به انجام میرساند. منتخب تاجیکستان در این سبقت در گروه F با دسته‌های ژاپن، قرقیزستان، مغولستان و میانمار رقابت کرده در 8 بازی 13 امتیاز به دست آورد. تیم ملی کشور دسته ملی قرقیزستان را 2 دفعه شکست داد. از تیم ملی مغولستان 4 خال ستانید. با دسته میانمار 1 باخت و 1 غلبه به دست آورد و در 2 بازی با تیم ملی ژاپن باخت. ساکنان خواجه علا میگویند از میان دهه آنها و اقصای کانال مسجوحی میگذرد و هنوز خطی بین این دو موضع تشخیص و علامت گذاری نشده است. از این رو بر اساس سازشنامه ها نه از جانب همسایه و نه از این طرف هیچ ساختمان اجازه نیست. یک نماینده حکومت شهر اصفهان روز 15 ایون گفت بعد شکایت ساکنان از ساختمان دیوار در روبروی محله امام اعظم دهه خواجه علا با مسئولان دهه اقصای صحبت شد و آنها راضی شدند که دیگر ساختمان دیوار ادامه نیابد. این منبع گفت درازی پای دیوار حدود 30 متر است و باز همین درست شده است. او افزود که حالا از ادامه ساختمان آن جلوگیری شد و تلاش است که اصلا در این موضع دیوار ساخته نشود. تا حال در این موضع دیوار نیست و فقط یک کانال 2 دهه را جدا میکند. روز 28 و 29 اپریل امسال بحث ساکنان دو جانب در مرز با مناقشه مسلحانه پیچید. از دو جانب بیش از 50 نفر کشته و زیاده از 200 نفر مجروح شدند. ده ها خانه از دو طرف آسیب دید. مقامات دو کشور همدیگر را در آغاز مناقشه عیبدار کردند. مقامات تاجیک پس از 1 ماه سیلخیزی ها در شهر کولاب مبلغ عمومی ضرر از این آفت طبیعی را اعلان کردند. سیل و بارانگری های روز 11 می به شهر کولاب خرابی آورد و طبق حساب های مقامات 3 نفر به هلاکت رسیدند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان حجم عمومی ضرر سیلخیزی در شهر کولاب را 46 میلیون سومانی یا بیش از 4 میلیون دلار اعلان کرد. به اطلاع منبع در این حادثه 43 خانه پره و 102 خانه دیگر قسما ضرر دیدند. مقامات همچنین گفتند که در سیلخیزی کولاب 4 مکتب و باغچه، 6 کیلومتر راه، 10 پل، نزدیک به 25 کیلومتر خطهای انتقال برق، 7 ترانسفورماتور و 500 متر قبرهای آبگذر آسیب دیدند. به گفته مقامات بر اثر این حادثه در دهات اطراف شهر هزارها چاروای ساکنان تلف یافته، 136 هکتار میدانهای کشت تلف یافته است. مقامات گفتند که تا ماه آگوست برای همه آنهایی که منزل‌هایشان پره تخریب شدند خانه‌های نو می‌سازند. برخی از ساکنان آفت زده در روزهای گذشته شکایت داشتند که با گذشت 2 هفته هیچ کمک ساختمانی نگرفتند تا منزل‌هایشان را دوباره بازسازی کنند. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 16 ایون را فرا می‌گیرد. 16 ایونی سال 2004 در مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح اصلاح شده قانون انتخابات قبول شد. این قانون را اکثر اعضای حزب حاکم خلقی دموکراتی مطابق با معیارهای بین المللی نامیدند، ولی به قول کمونیست‌ها و حزب نهضت اسلامی در این قانون 2 طلب آنها نادیده گرفته شد، یعنی حضور نمایندگان حزب‌های سیاسی در участкه‌ها و دادن پروتکل‌ها به همه حزب‌های سیاسی در وقت جنبست انتخابات. این حالت‌ها مانع حساب و کتاب شفاف و عادلانه رأی‌های نهایی می‌شود. 16 ایون سال 2014 جامعه شناس تاجیک الکساندر صادقов بعد از مصاحبه با یک فعال سیاسی در موضوع ناامنی‌های سال 2012 در شهر خاروخ بازداشت و در جاسوسی عیبدار شد. کمیته دولتی امنیت ملی او را فقط بعد از 36 روز رها کرد. قضیه صادقов را نمونه فشاری افزاینده بالای دانشمندان و محققان در تاجیکستان در سالهای اخیر نامیدند. 16 ایون سال 2010 نورسултон назарбоев در قزاقستان پیشوای ملت نامیده شد. قانون پیشوای ملت назарбоев را رهبری یکمری این کشور کرد. بعد از مقام ریاست جمهوری کنار رفتن او هم سال 2019 назарбоев الباسی یعنی پیشوای ملت تصمیم گیرنده اصلی سیاسی کشور باقی میماند. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 16 ایون چنین اعلان کرده است:
بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی بود با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. خبر و گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت رادیوی آزادی با نشان www.azadi.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.